سلام، وقتتون بخیر. توی این ویدیو میخوام به چند تا از سوالایی که پرسیده بودین جواب بدم. آیا چت کردن با پسر یا دختر جرمه؟ ببینید، صرف چت کردن با دختر یا پسر جرم نیستش. بستگی به این داره مثلا شما همسر داری و با یک آقایی حالا پیامی دادید، عکس از خودتون فرستاده باشید یا صحبت‌هایی کرده باشید که نشان از اینه که مثلا با این آقا رابطه ای داشتی. در این صورت بله جرم هستش و مجازات داره. سوال بعدی اینه که آیا میشه بین شرایط ضمن عقد درج کنیم که شوهر اجازه ممنوع الخروج کردن همسر رو نداشته باشه؟ ببینید، شما میتونید توی شروط ضمن عقدتون بنویسید که خانم حق خروج از کشور رو داره. در این صورت وقتی که بخواید برید خارج از کشور نیاز به اجازه همسرتون ندارین. پس به جای این عبارت میتونید حق خروج از کشور رو بگیرید. سوال پرسیدن که آیا خسارت افت قیمت خودرو رو میشه گرفت؟ ببینید، شما میتونید خسارت افت قیمت رو علاوه بر اون خسارتی که به ماشینتون حالا یا موتورتون یا هر وسیله‌ای وارد شده بگیرید. حالا اگه بیمه پاسخگو نبود، شما میتونید از اون فرد مقصر شکایت کنید و ایشون محکوم به پرداخت هستش. حالا اون فرد میتونه علیه بیمه طرح دعوا کنه و اگه تونست خسارت رو برای خودش مطالبه کنه. سوال بعدی اینه که آیا دختر بالای 18 سال که مجرده میتونه بدون اجازه از کشور خارج بشه؟ بله، دختری که بالای 18 سال هست و مجرده نیاز به اجازه کسی برای خروج از کشور نداره. مورد بعد اینه که اگه پدر خونه خودش رو به یه پسرش بده، یعنی بهش هدیه بده، آیا بقیه فرزندانش حق اعتراض ندارن؟ ببینید، هر شخصی تا زمانی که زنده هست اجازه داره که اموالش رو به کسی ببخشه، صلح کنه و یا بفروشه و کسی حق دخالت نداره. اما اگه وصیت کنه و فوت کنه، اونجاست که بقیه فرزندان میتونن قبول نکنن و در اون صورت تا 1/3 صحیحه. پس وقتی که زنده بوده و بهش داده، شما اجازه اعتراض ندارید. سوال بعد اینه که کسی که ماشینی رو اجاره کنه به صاحبش پس نده جرمه. ببینید، اگه شما مال کسی رو به هر حال امانت بگیرید، حالا چه به عنوان اجاره و هر چی، و بعد بهش پس ندید، در واقع مرتکب خیانت در امانت شدید. سوال بعدی اینه که آیا میتونم توی دادگاه شکایت کنم و بگم 6 ماه پیش با کسی همسرم رابطه داشته اما مدرکی ندارم؟ خب شما خودتون جواب خودتون رو اینجا دادین. وقتی مدرکی نداشته باشین چجوری میخواین ثابت کنید؟ برای اثبات هر جرمی نیاز به مدرک هست. اگه مدرکی نداشته باشید دعوای شما رد میشه. اما اینکه 6 ماه گذشته بتونید مدرکی داشته باشید، بله میتونید و اگه اثبات بشه مجازات داره. نوشتن که آیا میتونم مهریم رو که 314 تا سکه بگیرم؟ مهریه شما اگه 1000 تا سکه هم باشه و همسرتون مالی داشته باشه و توقیف کنید، میتونید وصول کنید. اما یه نکته ای هست، اگه مهریه شما بیشتر از 110 سکه است، تا 110 سکه مهریه عندالمطالبه است و در هر حال حتی اگه مرد نداشته باشه باید پرداخت کنه و میره زندان نهایتا. اما اگر بخواین بیشتر از 110 سکه رو مطالبه کنید، شما باید ثابت کنید مرد توان پرداختش رو داره که بتونید وصول کنید. مثلا مالی داشته باشه توقیف کنید، در این صورت قابل وصول هستش.